باور شماره 3: بک تست نمیزنم چون اونجا احساساتم درگیر نیست. یه سوال: آیا این جمله درسته یا نه؟ بک تست نمیزنم، اصلا بک تست خوب نیست چون احساسات درگیر نیست. جمله به نظرتون درسته یا غلطه؟ جمله از نظر من کاملا درسته. این جمله کاملا درسته. توی بک تست احساسات 5% هم درگیر نیست. واقعا نیست. حتی با بک تست درست احساسات به نظر من 5% 10% ماکسیموم درگیر بشه و این جمله کاملا جمله درستیه. خب ما با یه جمله درست روبرویم. بک تست نمیزنم چون احساسات درگیر نیست. اما سوال: آیا این جمله درست دلیلی برای بک تست نزدن هست یا نه؟ اینجا نظر من اینه: قطعا نه. شما بک تست رو باید بزنی. احساسات درگیر نیست، کاملا درسته. آفرین. یه سوال ازتون دارم: تریدر خوب مگه کسی نیست که میگن میشینه پای چارت پلنش رو اجرا میکنه و نمیذاره احساساتش درگیر بشه؟ مگه تریدر خوب تعریفش این نیست؟ تریدر خوب پای چارت نشسته، داره 3 تا پاشو ترید میکنه و نمیذاره ترسش، طمعش یا هر چیزی درگیر بشه. اوکی؟ این تریدر خوبه. حالا یه نکته میخوام بهتون بگم: مگه ما نمیگیم توی بک تست احساسات دخیل نیست؟ از اون طرف مگه نمیگیم تریدر خوب کسیه که توی مارکت لایو احساساتش درگیر نمیشه؟ خب این ضعفی که شما داری توی بک تست میبینی، این میتونه بزرگترین نقطه قوت بک تست باشه. از چه نظر؟ از این نظر که شما اگر بک تست بگیری میتونی خالصی بفهمی آیا سیستمت اگر خودت نیای انگولکش کنی، احساساتتو درگیر کنی، آیا سیستمت بهت سود میده یا نه، با فرض اینکه شما احساسی عمل نکنی. خب همینه بک تست خوبه. اون چیزی که به اسم ضعفش یاد میشه، این دقیقاً نقطه قوت بک تست میتونه باشه، به شرطی که شما زاویه دیدت رو عوض کنی. شما یه استراتژی معاملاتی داری، میخوای ببینی این استراتژی معاملاتی خوبه یا بده. اگه توی مارکت فوروارد باشی که تو نمیتونی بفهمی استراتژیت خوبه یا بده، چون انقدر درگیر ترس و طمع تو، نمیدونم احساساتت میشی حسابم منفی نشه، سیکل ضرر رفتم و انقدر انگولکش میکنی که بعد که میشینی معاملات رو نگاه میکنی اصلا میبینی که بابا پلن من و سیستم من این نبود. من اینجا نباید ترید میکردم، اینجا باید میومدم بیرون، اینجا استاپ نباید دست میزدم. اصلا شما نفهمیدی سیستمه با بازار چنده. ولی بک تست احساسات درگیر نیست. شما میتونی خالصی سیستمتو بفهمی آیا این قبلی که من میخوام پاش گریه کنم مرده توشه یا نه. آیا این استراتژی که میخوام پول بردارم بذارم تو مارکت پراپ بگیرم به درد میخوره یا نه. چجوری بفهمم؟ با بک تست زدن. چون احساسات نیست، خود سیستم رو میتونم بفهمم چجوریه. اما بک تست تیغ دو لب است.
اگر که شما توی بک تست دنبال اثبات ناخودآگاه خوب بودن یا بد بودن باشی، کار رو خراب میکنی. بک تستت باید به شکلی باشه که نزدیک و شبیه محیط واقعی مارکت باشه. یعنی بک تست اگر درست نباشه، اینو میخوام رک بهتون بگم، بک تست اگر درست گرفته نشه فقط یک توهم از شما میسازه، از سیستم معاملاتیتون، از تواناییاتون، و تهش هم هیچ فایده‌ای براتون نداره. بک تست خوب فوق العاده است، بک تست بد خیلی بده. باید ببینی چه جوری بک تست میزنن. بعضیا میان بک تست میزنن که چه اتفاقی بیفته؟ که فقط سریع به خودشون اثبات کنن من این سیستم خوبه برم ترید کنم. بس دیگه فهمیدم. نه، اصلا با بچه‌هایی که هستن کنار ما توی منتورینگایی که برگزار میکنیم، ما یه تایم زیادی رو صرف بک تست گیری، فقط نحوه درست بک تست گیری میکنیم. ما یه تایم زیادی رو صرف این میکنیم که بچه‌ها بک تست گرفتن این 4 تا خطای مهم رو داره، درگیر این 4 تا نشید. من بوده کسی که رفته 600 تا دونه بک تست گرفته توی چند ماه، بعد اومده بهم نشون داده از بچه‌ها، گفتم تمامشو باید بری از اول بگیری، تمامشو باید بری از اول بگیری. نمیدونم رضا هست الان تو جلسه یا نه. تمامشو باید بری از اول بگیری، چون ما داریم بک تست میگیریم، یه هدف مشخصی داریم، نه که بک تست الکی بزنیم بفهمیم کی به کیه چی به چیه بعدم دلمون خوش باشه. اوکی؟ پس باور اشتباهشون این بود، من بک تست نمیزنم چون احساساتم درگیر نیست. اما مورد درست، بک تست بهترین روش برای تسلط و شناخت سیستم معاملاتیه، با کمترین هزینه مالی و روانی. یعنی شما یه ابوالفضل درزادگان در نظر بگیر، من سیستم معاملاتیم تایم بالا دیلیه، ماهیانه تقریبا دارم بین 8 تا 12 تا دونه معامله باز میکنم. اگر من دنبال این باشم که فقط از طریق فوروارد تست برم جلو و ببینم مثلا سیستم معاملاتیم چه شکلیه، 2 سال طول میکشه تا من فقط تقریبا 200-220 تا معامله بزنم و این 2 ساله روان من به فنا میره. از اینکه بابا من تازه تو مرحله تستم مثلا، بعد پول گذاشتم، روانمو گذاشتم، وقتمو گذاشتم که تازه بعد 3 سال ببینم این سیستم جواب میده یا نه. خب من اگه همین سیستم رو توی 2 سال بک تست پیاده میکردم، میدیدم اوکی حداقل جوابا رو داره بهم میده، نه پولی گذاشته بودم وسط، نه 2 سال انرژی و روان و سرمایه‌مو گذاشته بودم و یه اوکی اولیه میگرفتم که نگاه ابوالفضل شما اگر بک تست میزدی، مثلا اگر این سیستم رو اجرا کردی تو 2 سال، نگاه اوکی اولیه رو بهت داد، برو حالا فوروارد هم فوق العاده مزیت‌های خودشو داره و اعتبار خیلی بالایی داره. اما این حرف منو کی درک میکنه؟ اون کسی درک میکنه که یه سیستم یاد گرفته، بلافاصله اومده شروع کرده توی حساب لایو یا حساب پراپ ترید کردن. اون آدمه درک میکنه که آزمون و خطای این سیستم که تسلط به این سیستم چقدر فشار روانی بهش آورده، چقدر بالا پایین شده باهاش. هدف از بک تست بچه‌ها یه چیزه، شما اگر استراتژی از ابوالفضل درزادگان یاد گرفتی، برای اینکه مطمئن بشی بلدی و مسلطی، برو بک تست بزن که نیای اشتباهاتو توی مارکت فوروارد انجام بدی.
یعنی نذاری برات تجربه کردن خیلی گرون تموم بشه. بک تست مثل این میمونه که شما دوران نامزدی رو در نظر بگیر. یه دختری رو مثلا دیدی خوشت اومده، خب بیا حالا یه مدتی با هم نامزد باشیم ببینیم دنیا دست کیه. یه 6 ماه میرید همدیگر رو میشناسید، بعدش به این نتیجه میرسید که نه اصلا ما به درد همدیگه نمیخوریم. 1 سال همدیگه رو میشناسید، به این نتیجه میرسید به درد همدیگه نمیخوریم. اما این که شما یه سیستمی یاد بگیری سریع بیاری پول بذاری یا ببری پراب فوروارد تست، مثل این میمونه که یه دختری رو دیدی 2 هفته گذشته ازدواج کردی، بعد 1 سال هم بچه‌هات به دنیا اومدن و حالا بعد از 1 سال زندگی کردن به این نتیجه رسیدی بابا ما اصلا آدم هم دیگه نبودیم. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا هزینه برای شما رفته بالا. اینجا دیگه پای یه بچه اومده وسط، شما ازدواج کردی، تو شناسنامت ثبت شده، نگاه اجتماع نسبت بهت وجود داره، میتونی برگردی بیایی، میتونی بری ادامه زندگیت، اما هزینهش هزینه زیادیه. من دارم راجع به هزینه صحبت میکنم. شما میتونی به یه سیستم تو فوروارد تستن به تسلط برسی، اما هزینهش هزینه خیلی زیادیه. یک سری تجربیات رو منم میدونم که باید توی فوروارد تست به دست آورد و بک تست نمیشه، اما صرف فوروارد هزینه رو میبره بالا. 1 سال دوران نامزدی و بعد نتیجه گیری، یا اینکه بلافاصله ازدواج و بچه دار شدن. هزینه خروجشون خیلی با هم فرق میکنه. بریم سراغ باور